سلام و درود خدمت دوستان. قسمت دوم سیستم صوتی خدمتتون داریم. تو این قسمت زدیم میتونیم چه بلندگوهایی با هم ترکیب کنیم، چه بلندگوهایی نمیتونیم با هم ترکیب کنیم. راجع به این صحبت میکنیم. بعد از اینکه ما سلیقه صدایی خودمون رو حالا پیدا کردیم، باید بلندگوهمون رو انتخاب کنیم. بعضی از بلندگوها رو میشه ترکیب کرد و بعضی رو نمیشه ترکیب کرد. چرا؟ چون بعضی صدای بد بهمون میده و بعضیش رو هم ترکیب میکنیم صدای خوبی بهمون میده. حالا اونایی که میتونیم ترکیب کنیم و اونایی که نمیتونیم ترکیب کنیم رو تو این قسمت میخوایم با هم بگیم. زدیم باند و میدرنج رو میشه با هم ترکیب کنیم. باند و میدرنج دوتا همیشه ضدن و جا نمیشه ترکیبشون کنیم. حالا علتش چیه؟ وقتی ما صدای ضبط زیاد میکنیم باند به اوج میرسه و به اون اوج کوبش میرسه و به اوج قدرت میرسه و میدرنج تازه میخواد شروع کنه صداش در بیاد و شروع کنه بازدهی بده. ما زیاد میکنیم باند به خرخر میفته، حالا باند به هم میریزه و تازه میدرنج میخواد بازدهی بهمون بده. یعنی علتاشه که ما نمیتونیم باند و میدرنج رو ترکیب کنیم. و صدای میدرنج بیشتر از بانده و بیس باند گم میشه تو اون صدایی که داریم و تنظیمات آمپلیفایر هم اجازه نمیده این دوتا رو نصب کنیم. نصابایی هم که این دوتا رو میبندن بیس باند رو میبندن و اجازه میدن فقط میدرنج صدا بده. اصلا این دوتا رو نمیتونیم ما هم ترکیب کنیم، چه ضد همن، چه با ضبط فابریک چه با آمپلیفایر. دوتا اصلا نمیشه ترکیب شه با هم. ترکیب ساب و باند دوتا رو میتونیم با هم ترکیب کنیم، ولی سلیقه صدایمون باید بمطور باشه و صدای بم دوست داشته باشیم. یه جورایی صدای کیفیتی به ما میده و صدا بمه دیگه، چون باند خوش بیس میزنه، ساب هم بیس میزنه. فقط شرطش اینه که این دوتا رو قرار با هم ترکیب کنیم قدرت سابمون نباید زیاد باشه. آرامشش یه ساب سبک باشه که ببندیم. اگه ساب خیلی سنگین باشه و کنار باندم نمیشه ببندیش، عملا صدا خیلی بم میشه و اصلا بد میشه دیگه. وقتی صدا زیاد بم میشه و داخل اتاق صدای خواننده رو نداریم یه جورایی زده میشین از صدا اصلا قشنگ نیست. بعدی کامپوننت. با کامپوننت چه چیزایی میشه ببندید؟ آیا با کامپوننت میشه ساب، باند یا میدرنج و سوپر فیلتر رو ترکیب کرد؟ با کامپوننت فقط میشه ساب ببندیم، اونم عین باند، سابی که قدرتش زیاد نباشه، اون قدرت آرامسی زیاد نباشه. چون اگه گفتیم اگه زیاد باشه قدرت ساب صدا بم میشه و صدای خواننده رو داخل اتاق نداریم و در این صورت میشه کامپوننت و ساب و ترکیب کرد و هیچی دیگه کنار کامپوننت ما نمیتونیم ترکیب کنیم، چه سوپر فیلتر، چه میدرنج، چه فول رنج، چه باند، چون کامپوننت خودش یه پکیج کامله. میتونیم آقا میدرنج و ساب و ترکیب کنیم؟ بله، این دوتا میشه ترکیب کنیم و صدای خوبی بهمون میده. یه جورایی بیسمون میشه اون ساب و صدامون میشه میدرنج و ترکیبشون قشنگ میشه. ساب بیس برامون میزنه و میدرنج صدا رو برامون اجرا میکنه. گفتیم آقا اگه قدرت میدرنج بیشتر از ساب باشه چه اتفاقی میفته؟ حجم صدای ما میره بالا و حجم بیسمون کم میشه. ممکنه بعضیا دوست داشته باشن و بعضیا دوست نداشته باشن. حالا برعکس، قدرت ساب رو ببریم بالا، قدرت میدرنج رو بیاریم پایین، صدای ما بیشتر سمت بمطوری میره و ممکن حالا بعضیا دوست داشته باشن این صدا رو، ممکنه بعضیا دوست نداشته باشن. و گفتیم میدرنجایی که بولت دارن صداشون تیزتره و میدرنجایی که بولت ندارن صداشون سمت بمتریه. هم که حالا بولت ندارن سوپر تویتر هم میشه کنارش
ترکیب کرد، یعنی میدرنج بدون بولت، سوپر توییتر و ساب که این سه تا قشنگ میشه. ترکیب سوپر توییتر و باند، این دو تا ترکیب هم خوب میشه، من زیاد دیدم ترکیب میکنن، صدا رو تیزتر و شفافتر برای ما میکنن و ممکنه حالا بعضی از صدای تیزتر و شفافتر رو بپسندن و بعضی هم بگن نه همون باند خوبه. من باز حالا سلیقه‌ایه، بعد تو این حالا دقت هم داشته باشین دیگه، تو سوپر توییتر انتخاب کردن، سوپر توییترتون باز قدرتش چجوری باشه. قدرتش زیاد باشه خود صدای باند هم میتونه بد کنه. کلا سوپر توییتر متداول با باند میخواد. سوپر توییترهای حالا متوسط، اندازه متوسط، RMS متوسط، که حالا راجع به RMS تو قسمت بعدی صحبت میکنیم. سوپر توییتر سابو میتونیم ترکیب کنیم، سوپر توییتر سابو نمیتونیم ترکیب کنیم. علت حالا چرا؟ سوپر توییتر یه صدای ریز و سنچدور رو میده، حجم صدا نداره سوپر توییتر، یعنی فقط در حد کنار میدرنج قشنگ میشه، میدرنج باند قشنگ میشه صداش، و اصلا به تنهایی سوپر توییتر اصلا خودش خوب نیست، بخوای ببندی اصلا نمیتونی سوپر توییتر حالا به تنهایی ببندی و نمیشه کنار ساب ببندی. چرا؟ چون حجم صدا نداره و حجم بیس میره بالا و اصلا خیلی بد میشه، یه جورایی انگار سیستمتون فقط داره بیس میزنه و سوپر توییتر هم تو بیس کلا گم میشه. دوتا رو اصلا نمیشه ترکیب کرد. حالا قوی ترین سوپر توییتر هم ببندید نمیشه کنار ساب ترکیب کرد. با فول رنج چیزی میتونیم ترکیب کنیم. با فول رنج ساب میتونیم ترکیب کنیم، با فول رنج باند میتونیم ترکیب کنیم، با فول رنج کامپوننت نمیتونیم ترکیب کنیم، با فول رنج سوپر توییتر نمیتونیم ترکیب کنیم. حالا چرا سوپر توییتر؟ خود اجزای تشکیل دهنده فول رنج شامل میدرنج و سوپر توییتره دیگه. اومدن سوپر توییتر و میدرنج کنار هم قرار دادن که دیگه ما نیم سوپر توییتر ترکیب کنیم دیگه. اگه ترکیب هم کنیم صداش بد میشه. اون سوپر توییتری که میخریم ممکنه قدرتش با سوپر توییتری که روی فول رنجه یکی نباشه. سوپر توییتری که داریم حالا یا قدرتش کمتره یا بیشتره و صدا رو به هم میریزه. مثال اگه قدرت سوپر توییتر فول رنجمون زیاد باشه و سوپر توییتری که میخریم قدرتش کم باشه خراب میکنه صدا رو، یا بالعکس سوپر توییتری که میخریم قدرتش زیاد باشه و سوپر توییتر روی فول رنجمون قدرتش کم باشه واقعا صدا رو خراب میکنه، اصلا نمیشه ترکیب کنه. سر همین هم هست اومدن با طراحی درست اون میدرنجی که روشه، میدرنجی که رو فول رنجه و سوپر توییتری که روشه، این دوتا به هم اصلا میخونن. سوپر توییتر نهاد باشون قاطی کنی دیگه، صدا رو به هم میریزه. ندیدم چون آخه رو خودش هم اصلا سوپر توییتر از معنایی نمیده ترکیب کنیم. تو قسمت بعدی میخوایم راجع به قدرت، توان، RMS بلندگوها صحبت کنیم و بگیم آقا چه آمپلیفایری رو واسه چه بلندگویی انتخاب کنیم. خب بلندگوها قدرت و توان دارن، باید بدونیم چه آمپلیفایر براشون بگیریم دیگه. جا پیج تلگرام و روبیکا و یوتیوبه که این فیلم ها رو من داخلش میذارم، میتونید برید نگاه کنید. ادامه هم قسمت بعدی حالا راجع به RMS و توان و قدرت اینا صحبت میکنیم. ممنون که تا اینجای ویدیو اومدین، هم لذت برده باشین. نگهدار.